و تویوتا یاریس های سیدان، تویوتا یاریس های هچبک همش اینجا بسیار هستند و همه اینها چهره که اینجا میبینید تویوتا الفارد ها هستند. تو سالهای 2005 6 7 این باشد مارک ایکس 2010. What you say? Salam Kajistan. What? Salam Kazakhstan. Kazakhstan? Tea. Tajikistan. Yes. Correct? You try more. One time. Salam Tajikistan. Okay. Yeah. Yeah, I'm from Nigeria. From Nigeria? Yeah. I'm in Nigeria. Nigeria? Yeah. Nigeria, it's good? Nigeria, mashallah. Now hot, huh? No, good. Good. Good, little bit summer, you know. But mashallah. Now 35 maybe, right? 35. Ish? Oh yeah. Oh, yeah. You guessed right. Why? How did you guess? You want to go to Tajikistan? I wish I go. Because there is snow. Cold. Cold, now, yeah. Central Africa, you see now cold in Dubai also, you see I wear shorts. I'm going out with shorts. You go snow problem? Never? Good, no problem. You go never you go before? Never go before. I'll take you to Tajikistan inshallah. Inshallah. Okay. Inshallah. Say it. Yeah. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. باز هم با شما هستم حسن‌الدین و امروز باز هم ویدیو درباره ماشین و امروز باشد تنها برای شما دوست نمودی ماشین‌های ارزان و خاصتا درباره الفارد و همه اینها چهره که اینجا میبینید تویوتا الفارد ها هستند. تو سالهای 2005 6 7 لیکن با تاجیکستان باید از سال 2006 بالا گرفته شود و حتما اینا اپشن هاشون هر نموده هستند. بعضی هاش 6 سیلندر 6 سیلندر 3.0 3 لیتر، بعضی هاش 2.4 سیلندر یا بعضی اپسی هاشون هم فرق میکند بعضیش، لیکن تقریبا نرخشون همون نه که من برای شما گفتم هم خیلی است، پلس مینوس. چخیلی کنم بینید تویوتا الفارد جی اپشنش هست، وی اپشنش هست. اینا که میبینید سالشون 2007، ابیامشون 2.4. خیلی میبینید همش قریب یوبکه داره، بعدش یوبکه داره، بعدش یوبکه نداره. یوبکه هایی یعنی بامپیرو، دیسکوشون 17 هست. بیرکتش میبینید داخلش دریوانی سالن، در اینجا پاریفری کجا دارد، در اینش در بعدش ندارد. از این خیلی گفتم نخش قدر فرق هم نمیکند که خیلی یعنی پیدا شد، خیلی افته شد، در خیلی گفته میشد. دریوانی سالن، مانیتور، بعدش دو تا مانیتور میبینید، در اینجا مانیتور، در اینجا این باشد یک تا مانیتور بوده است و دراش میبینید یک تاش اتومات، مولتی رول دارد، کروز کنترل دارد و این باشد چی ترپیده و عقبش خیلی که میبینید میبینیم یکی از سیاه و داخلش ترپیده و همه داشبورد و همه چیز سیاه، دریوان سالاشون اوناش هم سیاه و کوژش هم سیاه. این هم لوگ نداره. ماشین نمودی ماشین ها از عقبش اینجا میبینید در درونی سیم خور، برای اینکه اینجا پورت است در پورت فریزونه، یعنی محکم از این ماشینا باید از اینجا بیرون نبرد. میتونیم موتورش هم کشویم باید من تماشا کنیم چه خیلی که گرچند که سالهای آنها مثلا 2006 2007 باشد هم موتورها همه جاش خیلی تازه و خیلی سستینش خیلی خوب است. این 2.4 سیلندره. هلا من با شما هستم از زون یا از گرانیت. شوخی میکنم حتما. اینجا که
پورت هست، فریزون هست. اینجا همش با سیم خوران خیلی محکم است. و خیلی که میبینید الفاردو، الفارد، نرخ‌های الفارد ماشینای سال 2006 2007 2008 تقریبا 4000 دلار آمریکایی نرخش. این 2.4 سیلندرش اگر 6 سیلندرش باشد 3.0 3 لیتر نرخش کمی از این قیمتتر، تقریبا 4.5 5000 دلار این سالهاش. سالهای 2010 11 12 تقریبا 11000 دلار 13000 دلار میشد و هر وقت میتونند کمی پلس مینوس با پایین بالا شده. این باشد مارک ایکس، مارک ایکس 2010 تست نشان میتیم، خیلی رنگش میاد. اینم دستی راست، اینجا دستی راست، مولتی رول، مانیتور، دریوان سالن، پاور ویندو. اینجا عموما چخالای سیاه دارد، پادلاکوتنیکو. اینجا اخیبان پادلاکوتنیک دارد. اینجا بعد موبایل و سریعت هست. اینجا کلانکو در عدلین در این کلانکو هست. عموما همین است. نرخ این تقریبا 3.5 دلار. چخیلی که میبینید تویوتا پریویا یپونسکی واریانت، تویوتا استیما نامش میگن. باز هم در اینجا این هم تقریبا مثل تویوتا الفارد، لیکن ماشینی پستر و ماشینی چخیلی که میکنن سبکتر، لیکن این هم سمی مثله. و مثل این تویوتا استیما های سال 2006 7 8 تقریبا نرخ‌های اینها هم 3000 3.5 دلار آمریکایی می باشد و حتما باید رولای اونها در دست راست هستند. شما باید رولاشون در دست چپ گیرید در گراژ ها و راهگیر را تا شهر یا دولت شما با اونجا که به شما لازم. مثل این خیلی جاها در فریزانه ها خیلی بسیار ماشین ها و در اینجا چه خیلی که میبینید اکثریت اینجا همه دستی راستی، ماشین های دستی راستی برابر رول نی و فقط برای اکسپورت میبرن، برای اینکه در داخل دبی دستی راست ممکن نیست ماشین دستی راستی و این ماشین برای همینم داخل دبی نمیشد و تو فریزانه ها میبیاد با فریزانه ها و از این فریزانه ها بعد میرد با پاکستان
افغانستان، ترکمنستان، ارمنیا، دولت‌های آفریقا، بسیار دولت‌های آفریقا، بعد به تاجیکستان و قرقیزستان و روسیه و اینجا هم میاد. و از بس که یک مدل دیگه ماشین با این اون مدلی که الان برای شما نشون میدم مانند الفارد و استیما، این هم با اونها خیلی مانند است. تویوتا وکسی چیزی که میدونن این هم خیلی مانندی دارد و نزدیکی مارک همون ماشین است. می‌خواستم اینم نشون بدم در این فریزون از این ماشین‌ها هم خیلی زیاد هستند. خیلی که می‌بینید تویوتا وکسی سال‌های 2007 2008 2009 و بیاد یکی اونها رو نگاه میکنیم از داخلش که چطوری است. این داخل ماشین این هم پوش استارت دارد، ریموت کنترل، پاور دورز درش الکترونیک است. بعضیشون مولتی رول دارن، بعضیش ندارن، بعضیش کجا داره بعضی کجا نداره. این هم بعضیش لوک دارد بعضیش لوک نداره. این سیدنیاش این هم ماشینی 7 کسه لیکن با استیما و الفارد دیده این کوچکتر است، خیلی ماشینی کوچکشه. در اینجا چه کنیم کلیمت کنترل هم شاشه سی دی پلیر دی وی دی و مانیتور هم هست، اسپیدومترش هست و عموما همین ماشین. مانند این ماشینای وکسی تویوتا وکسی 2007 2008 2009 قیمتاشون تقریبا 4000 4500 دلاری آمریکایی می باشد. تویوتا وکسی 2008 2009 نه تویوتا وکسی هست. وکسی نه همش وکسی هست. و چقدر که گفتم این تویوتا وکسیا بود. مانند تویوتا وکسی با هم هست تویوتا نویا کسی که میدونن و اونم نرخش تقریبا مثل همین تویوتا وکسی هست 4000 4500 دلار و بس از سالش این تقریبا سالهای 2007 8 9 و وقتی که سالش بالاتر شد باز هم قیمتش هم کمی قیمتتر میشد. و در اینجا در پورت ها مثل این خیلی در فریزانه ها مثل این خیلی ماشین ها چه خیلی که وجود گفته شد میلیون ها ماشین ها هستند. نمودارشون هم خیلی زیاد است که من حرکت میکنم هر وقت درباره هر نمودی مدل ماشین ها و حتما که قیمتاشون من میگم اپشی تقریبا برای اون که برای یک ماشین خصوصی یک نرخ گفتن این خیلی کاری خطا است. و چه خیلی که میبینید غیر از آن ماشین هایی که نشان دادم در اینجا حتما تمام نموده ماشین ها در اینجا چه خیلی که میبینید تویوتا یاریس های هچبک همش اینجا بسیار هستند. سستانی ماشین ها همیشه حتما خوب است برای اینکه ماشین ها همش یپونسکی است و ویبر خیلی بسیار است. چرا که یک دوسته کس در یک ویدیو من نوشته‌اند که سینمای موسر سینمای نرمال ماشین گفته خیلی با هر یک مول طلبگاری خودش هست و با این ماشین ها هم خریدارا و طلبگاری خودش هستن. برای همینم طلبگارا و خوشمندای ماشینای سبک و ارزان و سریدنی کلاس یا نیژ سریدنی کلاس حتما باز ویدیو برای شما میشد. باید و منتظر باشید. و تویوتا یاریس های سیدان یپونسکی وریانتش اینجا هم هست. چه که میبینید
این الفاردو هم همش دست راست، رولش در دست راست است. باید در اینجا در گراژ ها با دست چپ گرفته شود و حتما با دست چپ گرفتنش هم این هم باید برای این پول صرف کرده شود. لیکن در دبی وقتی که با دست چپ رول های دست راست میگیرن، ماشینایی که با اکسپور میاد خیلی خوب میگیرن، مثل اوریجینال با استرینگ باکس های، یعنی رول های نکنشنی های نو، تارپیدو های نو میزنن که اون ماشینایی که بعضی شونده باشد از ارمنیا و در ارمنیا استرینگ چنج میکردن، رولش عوض میکردن، مثل اونها نمیشد که مثلا پیشکا، کلیمات کنترل، کاندیشنروش، وضوح زبورنی که در زمستان ها مثلا آینه های شما بوق نگیرد، اینا همش مثل اوریجینال کار میکند. و بازم حاضر یک دو سه این ماشینای الفارد که طلب کردن با ما به اصطلاح زکاس کردن، وقتی که ما اینا تیار کردیم دکومنتاش با گاراژ بردیم برای شما انشاءالله یگان ویدیو خاص میکنم که بعد از اون که تیار میشد چطور و با چی طریقه در این گاراژ ها ماشینایی که در مثل این الفارد در دست راست از به دست چپ گرفته می شود و کچسفی آنها، کاری آنها و عموما ابزار درباره رولگیری در دبی برای شما نشان میدم. این باشد الفارد 2011 خیلی میدونم از سال 2009 دلش باش اوجه کوزوفاش دیگه شدیگن از مثل 2007 6 و 5 اونها نیست و نمهاردش خیلی میبینید داخلش هم از نشان میدم خیلی فرق دارد. از سویتش گرام کنیم من خیلی که میبینید کجا های مخصوص این پرلاکوتی که دستو هستند. در اینجا همه سیدینی ها اتوماتیک سیت، تریوان سالن داخلش خیلی خوش رو، این تارپیدو داشبورد اینجا سپیدومتر اینها مخصوص تمام دیگه خیلی هستند، مولترول، کرویز کنترل، دابل ای سی، سیدی چنجر و خیلی ببینید خیلی مخصوص مانندی ادیسه هوندا ادیسه کسی که میتونه مانندی باید خیلی خوش سرود. من سیدینای عقبم موبایلش حتی چی دارن برای کافی چای مانی و سیمی مثل خیلی که میتونه و لوک دابل لوک دوتا لوک داره اینجا عقبش هم اینجا هم لوک هست. خیلی که گفتم مثل این الفاردو سالهای 2010 11 12 تقریبا 11,000 13,000 دلار اساسیانش دیده، پربگ ماشین و کامپلیتش دیده و الفاردوی از 2016 بالا هم هست لیکن قیمتاشون خیلی از اینا فرق میکنه چند برابر، برای اینکه از سال 2016 بالا باز کوزوف دیگه شدگی هست و خلیجی وریانت خلیجی وریانت دبی یعنی لیورولکه های هم میبیاد الفاردو و اونها قیمتشون از 30,000 دلار بسیار است از 2016 17 18 لیکن اونها را نشان نمیدیم برای اینکه امروزه مقصد ما نشان دادن ماشینای الفارد و ماشینای پاساژیری 7 کسی ارزون نیکی تقریبا حدودی 4,000 4,500 تا 5,000 دلار باشد. در اینجا امروزه ویدیو به آخر میرسونم و با ترادیسیه در پناه خدا باشید و در آخر Goodbye friend. Ma salam. Goodbye friend. Ma salam. You keep it close. Okay. You have to close. Okay. Yeah, no, it's Goodbye friend. Ma salam. well, say مع السلامة after close. After. Yeah. Okay, you know I don't use it. Goodbye friend. Ma salam. You have to. Goodbye friends. ومع السلامة. مع السلامة. little voice. charisma. Yeah, charisma. Ma salam. مع السلامة. Goodbye friend. Ma salam. Good friend.